سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من نادی هستم، به کانال من خیلی خوش اومدین. اولین ولاگ من در مورد سفر یک روزم به جنگل توسکستان هستش. همینطور که میبینید در ابتدا بیشتر خواستم از مسیر رسیدن به جنگل براتون بذارم، چون بسیار مسیر سبز و لذت بخشی داشت همراه با آب و هوای خنک و بارونی. امیدوارم که از این ولاگ لذت ببرین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این قسمت به خاطر قطره‌های بارون که روی لنز دوربین گوشی هستش بیشتر میتونید حس بارون رو لمسش کنید. و اینجا هم رسیدیم به خود جنگل توسکستان. فقط مسیر رو ببینید که چقدر زیبا و لذت بخش هستش. اینجا هم خواستم درختای جنگل رو بهتون نشون بدم. ببینید چه تنه قطور و تنومندی دارن، خیلی خوشگل بودن. خب اینجا من اومدم وسط دل جنگل به این خوشگلی زیر بارون یه خورده قدم بزنم و لذتش رو ببرم. جاتون خیلی خالی بود. اینجا اولین کاری که کردیم بساط چای آتیشی رو راه انداختیم. بعدش هم نوبت سیب زمینی آتیشی شد. اینم سیب زمینی آتیشی آماده شد. جاتون خالی. حالا نوبت رسید به سوسیس پنیری. آماده شد. جاتون خالی. بعد از اینکه چند ساعتی از جنگل لذت بردیم، راه افتادیم به سمت اقامتگاهمون. همینطور که میبینید ادامه مسیر رسیدن به اقامتگاهمون همچنان زیبا و لذت بخش هستش. اگر شما هم از ولاگ من لذت بردین ممنون میشم با لایک و سابسکرایب من رو همراهی کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید لطفاً. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.